از افشاگری‌های مدیران دو تا از شبکه‌های ضد انقلاب علیه هم، باز هم شاهد رسوایی تازه از طرف شبکه‌های فارسی زبان غربی بودیم. این بار مدیر شبکه سلطنت طلب کانال 1 از حامیان مالی تلویزیون تازه تأسیس ایران فردا پرده برداشت. من چندی پیش در فیسبوک نوشتم یک تلویزیونی قرار است در لندن شروع به کار بکنه. بودجه این تلویزیون از کجا آمده؟ هدفش چیست؟ چه شخصی این بودجه رو تامین کرده؟ کدوم کشور پشتشه؟ من به شما میگم این بودجه این تلویزیون از العربیه تامین شده، باید روشن بشه. ما از به اصطلاح بیگانگان توقع نداریم. شما اشتباه نکنید، بی بی سی داره درست کار میکنه. بی بی سی متعلق به من و شما که نیست. بی بی سی یک تلویزیونی است، دستگاه بنگاه سخن پراکنی است که باید هدفها و نیات دولت فخیمه بریتانیا رو منعکس کنه. نوریزاده هم در دفاع از خودش با حمله به این شبکه که سالها به عنوان کارشناس در اون حضور داشت اینطور میگه: ما چند نکته هست که به اعتقاد من یا چند اظهار نظر تلفنی درباره اینکه این تلویزیون مال سعودی یا عربا پولش رو دادن یا است. تلویزیونی که علیرضا نوریزاده توش باشه، تلویزیون ایران فردا، تلویزیونی که هیچ شبهه‌ای توش نخواهد. اما ظاهراً این آقا فراموش کرده بود که در برنامه‌های قبلی از اسپانسرهای سعودی خودش به شدت قدردانی کرده. از ولیعهد سعودی بسیار سپاسگزارم. در تمام لحظات یک رفیق و برادر خوب بوده، مشفق و ناصح، و واقعا ازش سپاسگزارم.